تاجدارم پیشتون ای پیشوا خوش آمده نوری دیده تاج سر مرحبا خوش آمده. ای مردم شما مسلمانین بس کنین خیلی پیشوازگیری خوشامدگویی رقص بازی را بس کنین درست نیست. این رقص بازی ای پیشوازگیری ای اسلام نیست، ای فرهنگ تاجیکی تو نیست، ای بابا و ماما تو نمونده. ای کار نکنین ای مردم، هوشیار بشین هوشیار. شما تقلید بکی کردستین، این تقلید ای یک بگونه پرستی ای یک خرافات بدعت ای نکنین این کارهای مردم. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ کم و قوی تر خواهد شد. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمت‌هاش. اما بعد میخوام چند دقیقه اطرافی مارشروفکا و زحمت و مشقت عذاب طلبه ها دانشجوها صحبت داشته باشم. اگرچه چندین بار صحبت کردگیم، چندین بار در این باره صحبت کردگیم، اما بازم میخوایم در این باره صحبت کنیم، زیرا رحمانوف بسیار یک فرهنگی غیر اخلاقی، یک بد اخلاقی، یک تحقیری نسبت به زنها را در جامعه ما و شما روا دیدگی است و جاری کردگی است که ولادیمیر پوتین میگه حتما باید دختری مسلمان گل در دستش بروه او را گل بته. یا داشته باشین 2 سال پیش رئیس شورای امنیت اتحاد اروپا دونالد توسک تاجیکستان اومد، دخترها رفتن او را تعظیم کردن، گل دادن. ایده طرف پیشوازگیری این خرسندی را بین. او کیه؟ او کیه؟ ولادیمیر پوتین کیه؟ دونالد توسک کیه؟ احمدی نژاد پرزیدنت ایران اومد در بارانی سالهای گذشته بود، در تگ باران کودکا و دخترها را بردن. او کیه؟ ژیرنووسکی رئیس LDPR LGBT LDPR ای کیه؟ اومد دخترها رفتن گلش دادن، با عروسی شعرش خوندن، رقص کردن. حتی دختر مسلمان در دست اجنبی ژیرنووسکی مسافر دادن که قطیش رقص کرد. ننگ ناموستون کجای انسان و ناموس را بدونید، انسان و ناموس در کجای ناموس؟ دختر مسلمان برای در دست یک اجنبی بتی، در یک مرد بگونه. این تحقیر یک زن است، تحقیر یک مسلمان زن است، تحقیر یک مؤمنه است، تحقیر یک ملت است. ایرا میدونید یا که نمیدونید؟ ایرا میدونید یا که نمیدونید؟ مارشروفکا رقص بازی درست نیست. با میگم که درست نیست، درست نیست. 2011 قانون برآمد بود مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند. پدر مادر رو این همه قانون برای شما که فرزندتون نه فقط برای تعلیم گرفتن، علم آموختن شما اجازت دارین، حق دارین و حتی مجبور شما باید روانشون کنین. مجبور
وقتی که شما دختراتون کودکاتون با مارشروفکا میره این به مسئولیتی شما این به مسئولیتی شما ایرو سر قانون از روی شریعت هم این به مسئولیتی این جنایت خیانت شما ایرا بدونین برای اون ملاگرا را پرسین اون ملاگرایی که میگه جای ننگ جای جنگ درباره کلن خشتمان خسر گپ میزنن برای پرسین شو که همین مارشروف که رفتن دختر مسلمان یا که کودک یا زن مسلمان دایره و دمره در دستش میروه نزد مردای بگونه چی داخل باشن چی مردایی که خارج میان آیا درست هست یا که نیست کنم چی جوابتون میتن اگر او را باور میکنید حرام نمیدونین چی های گناهی کلان های که خداوند نمیبخشه گناهی کبیره های زن مسلمان نزد مرد بگونه برآمدنش رقص بازی کردنش سلام کردنش درست نیست در کجا گفتگیه در یگان جای شریعت نیست در یگان گفتار صحابه نیست در یگان فرهنگ ما و شما در عرف و عادت ما و شما چیز نبود این را کجا پیدا شد اوه نمی ملعون آوردش امام علی نمی ملعون آوردش این تحقیر شما تحقیر زن های نمی که بیاری ساعت ها راست بیستن برای 1-2 دقیقه که همون ماشین ها میاد با پیش همینو میگذارن یا که همون میاد در پیش همینو میستن یا با رقص کنن در پیشش که کیف کنن باید براوه چشم چرانی میگن کو نمی چشم چرانی میکنن نمیو اگرچه در اینجا رئیس جمهور خارجه پرزیدنت ها و مهمان ها که خارجه می او گناهگار نیستن اونها نمیگن که ما میایم رحمانو ببرار دخترای تاجیکستان ببرار زنهاش ما را پیشواز بگن او گپا اون نمیگن اینجا ملعون امام علی گناهگاره که زنها را نمیخیل بیچاره و بی‌صاحب دیده بیچاره و بی‌صاحب ضعیف دیده نمیخیل میبرن به پروا میگه ببراین یک ماده ما رقص بازی کنه که پرزیدنت ازبکستان میاد میگه در میدان در افتای گرم شما دیده نه صورت را ایهش میرون فرق نداره مهمان اول قدر میاد چی باکی دخترای رئیس ولایت دخترای رئیس شهر خوجند دخترای وزیرها نیسته دانخیل پیشوازگیری برای کار واقعا تحقیره کار بسیار نامشیدنیه کار بسیار پسته برای او اشتراک نمیکنن و میفهمن که اشتراک کردن اینجا زحمت عذاب اینجا هیچ فایده نداره شما ای درس قفا میمونید چی با در این وقت شما در نام مفتی مکرم مشینید نمیگه که خداوند اولین آیت فرستاد اقرا بود بخون علم چی با در اینجا نمیگه گپا وقتی ایدی قربان شید ایدی رمضان شید اگر بروزی درس توغری اومدن در حال میارن حتما میگن که در اینجا وزارت معارف طلبه ها باید مکتب ده باشن و از اون طرف ملاگرها را خطیب ها را نیمچه ملا ها را وعظ میتن نصیحت میکنن قواعد چونیتن که ببروی میگن که خدا گفته که علم بخونن اید میشوه اید هست حتما شما باید مکتب برید یک ماه نشیده در ولایت سوخ ما 20 نفر شهید دادیم 20 نفر قربانی به خاطر وطن دادیم ولی ولایت سوخ ماتم داره خون خواب داره میدونین ولی اونجا ماتم زده های باید اونجا همه زیغ باشه نه که رقص بازی کنن یا داشته باشین 2017 در شهر وحدت جشن وحدتی ملی را میگرفتن در مارشروفکا در همون میدان استادیوم ده یک دختر 17 ساله وفات کرده بود یک روز بعدش رحمانوف رفت اونجا رقص باشد سرود باشد موسیقی باشد انا خیلی جشن ها در سطح بلند باشد همین گپا گفته بود میدونین این معنی چی داره گپ در بالای ماتم در بالای بگیم که یک خون و خار ببروی رقص بازی کنی با همین گپا را بگوی خیلی مست بود اما مردم شما چی شما فرزنداتون مکتب میبرین برای علم گرفتن 15-20 هزار دلار میتین دانشگاه داخلشون میکنین که بخونن در یک سال ما جشن نوروزی داریم جشن بزرگ وحدت ملی داریم استقلالیت داریم یک ماه 2 ماه حتما میگه باید جشن ما در سطح عالی بگیریم حتما میگه دخترها و بچه‌تون در میدان ها در مارشروفکا باشه این کار درست نیست این ای فرهنگی ما نیست
ای گذشته های ما نیست، ای دینی ما و شما، ای اسلام نیست نیکو. این کار باید ما و شما رحمانوف نمیخواه ای بایم روه. استعفا را به کلم میگیره رحمانوف، ای وظیفه رفتن به کلم میگیره. رقص بازی ای طریق کیف سفر ای به کلم نمیگیره که ای بایم روه، چون که او کیفی ای. دیگر برای شما دلیل در کار است. دختراتون میروند تعظیم میکنن، خیلی خوشوقت در پیشش چشمش میچرونه، سیر میکنه. همین بس نیست که همون فاسد یا که فاسق برای کیف کردنش همین دخترها را به طرف خودش جلب میکنه و دعوت میکنه که بیاین بایدن بخونین. بس نیست همین دلیل. برای همین یک نقطه اخیر را میخوام که دقت شما رو جلب کنم که شما از ترس دختراتون میمونه که بروند پیشواز بگیرن، رحمانوف، اوانگردوش، وزیروش، رئیسوش، حتی مهمون خارجی را ای ترس نمیمونه. و دیگه باد هوا را نگاه نمیکنه که آخه باران کودکانه باران تایی باران دا ایستادن برف دخترای نازنین تونه 18 سال 20 سال کلان کردگین میموننش میره. شما دیگر آخه دمی دنیا شما فرزند خودتون اقلا صاحبی کردن نتونین. شما زندگی را چی در کار دمی دنیا بدن؟ شما چی در کار فرزند خودتون شما صاحبی کردن نمیتونین. به نظر هم مهمانای خارجی، مهمانای داخلی، نه مارشروف که پیشوازگیری رقص بازی رفتن یا که راضی شدن روانشون کردن، این به مسئولیتی شما ای فرزندتون بیزار اینز نچید. این من معنی را داره. شما ای ترس میمونین دخترتون بروند. شما یک کار کنین، همین نقطه آخرم همیه. وقتی ای ترس میمونین دخترتون بروند، کودکاتون بروند، فرزندتون اما را درس بتین یا یکی تعلیم بتین، بخونین در گوششون. همون فرزندتون اگر گوش کردیسته باشن یک کار کنین، شما در نزد مهمان های اولی قدرشون شما خودتون بغلطونین در زمین، گویا که شما ایهش رفتین تمام کردین. خودتون بغلطونین یا 20 نفر هم خیلی هر جا چه بغلطونه رحمانوف شرمنده بکنین. شرمنده چندی بار در نزد رحمان خیلی غلطیدگی بدن. ما یاد داریم در 2017 در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شمال ورتالیاتش یا دختر غلطیده بود، پاچه شکسته بود. حتی رئیس فرودگاه خاروق در شمال ورتالیات زد، سرش در سنگ زد، مرد. رایت برآوردیم. در غرم در رشت کوها در برآمدن بیرقتی پیشوای ماخش آمد. یک دختر چپه شده بود، غلطید، لینگ شکست. شما ایتون برآوردن یه خیلی حادثه را. انا میخواد در نزد مهمونهاش خودتون بغلطونین که شرمنده شوه و از این کار دست بکشه. اگرچه بازم میگم که این از این کارش دست نمیکشه رحمانوف، هیچ باور نمیکنم که ای خیلی کیف صفا این دست بکشه، یعنی توبه کنه. شما را نمونه که پیشوازگیری بیاین، شما را نمونه که خشامتش بگین، رقص بازیش کنین. استعفا را به کلم میگیره، مردن را به کلم میگیره، این رذیلی کثیف مردن را به کلم میگیره و این کیف صفا را بگیم که پرتفتنی نیست یا که بس کردنی نیست. برای همین مردم شما پدر مادران مسئولین، فرزنداتون صاحبی کنین، سر راهشون بگیرین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رقص باشد، سرود باشد، موسیقی باشد، انا همین که چاربینی های فرهنگی سطحی بلند باشد.